بله سلام شاگرد عزیز، خدا کنه سال نو خوب شروع کرده باشین. سال ما تغییر کرد از سال 2020 به سال 2021 رفتیم بخیر. خدا کنه این سال ما بهتر از سال گذشته باشه. میریم سر درسای خود شروع میکنیم، میبینیم که درسای ما از کجا شروع میشه. امروز روز اول درس ماست، از توشداگ 7 جنوری شروع میشه و امروز و صبح شما میایین. بعضی شما امروز مکتب میایین، بعضی تانم روز جمعه مکتب میایین. وقتی که مکتب آمدین ام الف کورد میگیرین، ام این هفتایی که برتان برمی ماه آینده جور شده او را هم بخیر حاصل میکنین. خب از اینجا کارخانگی ما شروع میشه. توشداگ 7 januari گفته dra ett streck från ordet till rätt bild. میگه خط کش کنین از لغت درست به تصویر صحیح. اینجا هم عین قصه کارخانگی توشداگ 7 januari گفته که خط کش کنین از لغت درست به تصویر صحیح. اوی هم کارخانگی روز پنجشنبه 7 januari گفته titta på bilden och boka för det rätta svaret. میگه بعد تصاویر ببینین که در جوابا کدامش درست است. امو خانه خالی را پر کنین. یک چیز متوجه باشین که کارخانگی دلتید است، کارخانگی هلتید باز جداست. خب میبینین تصاویر که اینی را چی میگه در سویدنی؟ ان فوتولیا میگه، نمیگه. ان stol میگه نه. اینجا یک دانه چلیپا میمونین. ان سوفا نمیگه. اما تو ای بخش هم حل میکنین. ای هم کارخانگی روز پنجشنبه توشداگ 7 januari است. اینجا تصاویر است. تصاویر دیده در زیر سویدنیش نوشته میکنین که ای را در سویدنی چی میگن. ای هم کارخانگی پنجشنبه 7 جنوری است. توشداگ 7 januari گفته که خط کش کنین از لغت درست به تصویر درست. و ای هم عین قصه است. توشداگ 7 januari گفته خط کش کنین از لغت درست به تصویر درست. خب کارخانگی دلتید ما اینم قدر است، زیادتر نیست. اینم اینجا خلاص میشه. یعنی کسایی که دلتید است با سبا درس نداره، تنها به یک روز درسشان است. ولی کسایی که هلتید است ده هفته دیگه باز دوام میتن. خدا کنه فهمیده باشین. اگر کدام سوال پیش شد میتونین در واتساپ تماس بگیرین. خدا حافظتان. روز خوش.